شما بخیر دوستان از ارجمند 28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیام نوبتی خود را به هم مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و در میان نکته‌های مختلفی که ذکر گردید البته از دستاورد ورزشکاران ما هم ذکر شد که میانشون البته روز جهانی فوتبال اعلان شدن در سال 2024 ویژه ذکر یافت. ما از قبول گردیدن پیشنهادمان از جانب سازمان ملل متحد توسط قطعنامه مخصوص اعلان داشتن روز جهانی فوتبال و دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپیک پاریژ 2024 افتخار می‌کنیم. این شام ما یک صحبت داریم با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف محض در همین موضوع. سلامت باشید. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ذکر گردیدن این موضوع از آن دلالت می‌دهد که البته این یک نقطه ویژه و یک دستاورد بزرگ فوتبال ما بود که البته این چیز با سازمان ملل متحد از جانب تاجیکستان و ویژه از جانب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامعلی پیشنهاد گردید. باعث افتخار است، باعث خوشنودی است، باعث مسئولیت زیاد است که محترم جناب عالی در پیام نوبتی خود به پارلمان جمهوری تاجیکستان اوید دستاوردهایی که خیلی شما قید کردید ورزشکاران تاجیک در بازی‌های المپیک و خاصتا روز جهانی فوتبال اعلان شدن 25 می با پیشنهادی به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامعلی از جانب اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد قبول شدند. این برای هر یک فرد تاجیکستان، برای هر یک فرزند این سرزمین نابسته از آن که فوتبال و ورزش را دوست می‌دارد یا نه اونقدر توجه دارد، این دستاورد است. این دستاورد زمانی استقلالیت است، دستاورد وطن عزیز ما است. این توجه نسبت دولت ما، توجه به نسبت ملت ما که این نشانه آن که تاجیکستان علاقه یک موقع استوار خود را در عرصه بین‌المللی پیدا کرده است. زیرا سالهای قبلی ما خوشبختانه شاهد آن بودیم که چندین اقدامایی که از جانب سرور دولت تاجیکان به جامعه جهانی پیشنهاد کرده شده بود با یک خوشنودی پذیرفته شده بود و این باز یک اقدام بهترین است از جانب رهبریت عالی تاجیکستان عزیز ما است و من فکر میکنم که تمام مسئولین، تمام اون نفرایی که به فوتبال علاقه‌مندی دارند باعث هم افتخار است، هم خوشنودی است، لیکن با وجود این چنانی که من گفتم این باز یک مسئولیت خیلی بزرگ است. بله، ارائه گشتن همین پیشنهاد با اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد در جای خالی به عمل نآمد، به وجود نآمد. یعنی ما با قولی که از خود دلپور بودیم در فوتبال، در رشد فوتبال، در سهم خود و فوتبال و از همین زاویه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامعلی همین تکلیف را با اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند. یعنی ما زمینه کامل داشتیم برای این ارائه، ما باوری داشتیم، اعتماد داشتیم. بله، 100% درست. شخصا من هم بارها همین هنگام واخوری با مسئولان، با نماینده‌های دسته فوتبال هنگام واخوری در شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان خودش ما هم آگاهی دارید، بسیاری وقت ما همراهی هم می‌نماییم. ما همه وقت همین نکته رو قید می‌نماییم که این سرزمین تاجیکستان سرزمینی ورزش دوستدار است، خصوصا فوتبال دوستدار است. سرزمینی که در تاریخ خود، در تاریخ فوتبال خود مثلا دستپرورانی که در حیات دسته اتحاد شوروی صاحب مدال های طلای بازی المپیک شدگند، مثال نمیتواند از دستاوردهای بزرگ فوتبال برکنار شده ماند و این همه نشانه آن که در تاجیکستان فوتبال را مردم ما به حد
به حد دوست می‌دارن. شماره مخلصان زیاد است و باوری کامل داریم که امیدم از اون داریم شماره اون مخلصان باز هم زیادتر میشه، شماره آنها افزایش می‌یابد و در این زمینه مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان کارهای زیاد رو به انجام رسانیده ایستادند و ما شما درست قید کردید که ما باوری داشتیم، امید از آن داشتیم، چون که حق هم داشتیم عموما یه تاریخ بوی داریم اوید فوتبال، انهای خوب هم داریم اوید فوتبال و باز یک عامل دیگه است که علاقه دیگر باره با 4 ساله دوم انتخاب شدن محترم رستم امامعلی همچون رئیس فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی در دوره کافا، این هم گواهی آن است که تا چه اندازه راهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان حتی در مقیاس آسیای مرکزی نیست یک موقع استوار خود را دارد و خوشبختانه نه فقط در مقیاس آسیای مرکزی بلکه در خود آسیا و در عرصه بین‌المللی نیست. هنگام واخوری‌ها، هنگام برگزاری واخوری‌ها با در حاشیه فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا که کنفدراسیون فوتبال آسیا، ما همین رو همه وقت حس میکنیم و توجه خاصه هست نسبت تاجیکستان، نسبت راهبریت عالی تاجیکستان، نسبت فوتبال تاجیک، نسبت دستاوردهای فوتبال تاجیک، حتی اون مسئولانی که به تاجیکستان سفر می‌نمایند همه وقت همین مسئله رو قید میکنه که تاجیکستان از نقطه نظر کاربری، کارگزاری، توجه خاصه از جانب دولت و حکومت یکی از دولت هایی که بعد همچون نمونه عبرت شده میتواند با اکثریت دولت های خصوصا آسیا. البته ما کارهای زیادی رو باید به انجام رسانیم که باز اون کاربری، اون نتیجه کاربری هایی که هست، اون توجهی که هست، اون ترتیبی که هست وارد شده ایستاده است، علاقه سالهای نزدیک در میدان فوتبال نیست یک نتیجه نظر است نایل گردیم. خب شما بسیار خوب ذکر کردید که وقتی که این تکلیف ها ارائه می شوند در سطح های بلند و بالای عمومی جهانی، البته نفوذ و اعتبار دولت، نفوذ و اعتبار رهبر دولت، نفوذ و اعتبار همون نهاد البته با اینوبت گرفته می شود و البته دستاوردهایی که بدن. ببینید که ما در سال 2024 و پیشتر 10 سال اخیر رو اگر بگیریم در تاجیکستان 10 ها مسابقه های بین المللی برگزار شدند با ویژه فوتبال. کافه هایی که ما برگزار کردیم هم در فوتزال هم در میان بانوان، اشتراک منتخب ما خیلی با موفقانه و دریافتی مقام اولی دپارتمنت کودکانه ما در عرصه آسیا که یکی از اولین ها شدن. خلاصه همین ها بودن دستوری ما که ما توانستیم من همین تکلیف رو پیشنهاد کنیم. یعنی چگونه که در بالا ذکر کردیم ما با این حق داشتیم و البته در اسامبله ژنرال سازمان ملل متحد هم مقام تاجیکستان رو، مقام رهبر تاجیکستان رو، مقام رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان رو با اینوبت گرفتن و البته خدمت ها رو قدر کردن. بله درست قید کردید. باز یکی از دستاوردهای بزرگی که در از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا قدردانی کرده شد این علاقه سال دوم پی هم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا که بهترین اساسیاسیون منطقوی در تمام قاره آسیا دانسته شد. این هم من فکر میکنم یه دستاورد بزرگ است با راهبر این اساسیاسیون محترم رستم امامعلی و بینه که نه فقط در مقیاس تاجیکستان بلکه در مقیاس خود آسیای مرکزی شماره زیاد مسابقه زیر کاف برگزار شده ایستاده است و خوشبختانه قسم زیاد این مسابقه ها 90% این مسابقه ها در حدود وطن عزیز ما برگزار می‌گردند. این نشانه اون که تاجیکستان ما پایتخت عزیز ما از جانب همه سازمان‌های بین‌المللی توجه خاصه دارند و خود همون کارمندان مسئول کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بارها قید کردند که هنگام برگزاری این اون مسابقه در حدود تاجیکستان ما علاقه با دلپوری مشکلی نیست یگان مشکلی نیست. راستی هم همکاران عزیزمون که وابسته به این اون مسابقه مسئول تعیین می‌گردند علاقه یک کسبیت خاصه دارند یا تجربه بوی دارند
و ما البته هنگام برگزاری مسابقه‌های سطحی بین‌المللی یگان دشواری نمی‌کشیم حساب البته پیدا شدن متخصصان جوانی که در این سمت در این جاده البته یا تجربه خاصه پیدا کردن. این هم من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهایی که ممکن که نه همه وقت این را ما قید کرده میتوانیم، لیکن من باید همچون مسئول البته با توجه مخلصان از تماشابینان عزیز رسانم که ما شماره زیادی متخصصان جوانی داریم که الکی یک موقع استواری خود را پیدا کردگیان یا تجربه خاصه دارند و از همین نقطه نظر نیست موقع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، موقع فوتبال تاجیک در نزد سازمان‌های بین‌المللی خیلی استوار است. من فکر میکنم این هم دستاوری نظر است. و البته امن بودن وطن ما این مقام اول است که مثال هر یک سازمانی که میخواهد در اینجا چی چورابینی را راه اندازی کنند البته آنها میدانند که تاجیکستان یک وطن صلح آسا و امن هست که در اینجا هر چورابین رو میتونن در سطح صفت بلند و بالا برگزار کرد. باز با یک توجه، با یک مهمان نوازی، با یک صمیمیت که به مردم تاجیکستان عزیز ما خاص است. باور کنید مهمان‌ها که وارد میشن هم وقت با یک روح بلندی خاصه که البته آدم احساس می‌نماید هنگام صحبت، هنگام کاربری. این هم یک خوشبختی است. من از این چه بسیار افتخار میکنم، برای همین ممکن کمی زیادتر هم باشد به این مسئله توجه کردم. خب ببینید که ما در سال اول اعلان گشتن روز جهانی فوتبال چه چورابینی هایی را توانستیم انجام کنیم همچون به قولی که صاحبی همین پیشنهاد؟ البته وابسته به این سنه تاریخی، به این جشن تاریخی در سال سپری گشته در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان روز 25 می یک چورابینی بهت باشکوه شده گذشت. از آن جمله در همه مرکزهای ولایت تاجیکستان عزیز ما و خاصتا در پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوری یک چورابینی بهت باشکوه با اشتراک بواسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی و مهمانان خارجی دایر گردید. تماشابینان عزیز مخلصان فوتبال از این چورابینی آگاهی دارند و ناگفته نماند که برای ما مسئولین این هم یک باعث افتخار است، باعث مسئولیت است و برای ما پس از جانب اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد قبول شدن این سنه روز بین‌المللی فوتبال، روز جهانی فوتبال، روز 25 می هر روز برای همچون مسئول برای ما هر روز جهانی فوتبال است. برای اون که از همه ما امروزه طلبات همین خیلی است که هم وقت باید در توجه خاص داشته باشیم، مسئولیت داشته باشیم و همه روزه این کاربری رو در این سمت از آن جلو در این سمت ادامه دهیم و در سال 2025 نیست برگزاری شماره به حد زیاد چورابینی ها در نظر است. از آن جمله بازی برای دریافت سوپر جام تاجیکستان میان قهرمان فعلی تاجیکستان دست استقلال و دارنده جام تاجیکستان دست ریگر تدازی ترسونزاده ماست به روز 25 می در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار در نظر است و گذراندن شماره زیاد فستیوال ها در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان و نه تنها روز 25 می یعنی هفته فوتبال میشد شروع از 24 25 می تا در دوام ممکن یک هفته 10 روز وابسته به این سنه تاریخی چورابینی های خیلی زیاد گذرانده میشن. از آن جمله گذراندن بازی بین‌المللی میان دسته استقلال و یکی از دسته‌های پرقوت شناخته قاره آسیا یا اینکه اروپا از کاربری رفته ایستاده است. خود محترم راهبریت دسته استقلال در این سمت کاربری کرده ایستادند و وابسته به این سنه چنین بازی بین‌المللی نیست در نظر است. بسیار خوب، بسیار عالی. اما مسئولیت های ما هم اکنون دیگر خواهند شد به اندیشه من که ما باید همچون صاحب این ارائه مسئولیت دیگری داشته باشیم که به جهانیان واقعا هم ثابت سازیم که ما در زمینه خشک خالی این تکلیف رو پیشنهاد نکرده و ما سزاوار هستیم. البته بله البته ما باید در نوبت اول از توجه به باز هم صفتاً برای یک نوع دیگه برآوردن برگزاری مسابقه داخلی از آن جمله چمپیونات تاجیکستان بعد اون کمبودی که در
بعضی شهر و ناحیه ها اوید اینفراساختور به نظر می رسد، حتما آنها را در مدت کوتاه‌ترین برطرف کردن ملازم است. هرچند که بعد از ملاقاتی که روز 3 نوامبر سال 2023 با اشتراک پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با یک قطار راهبران وزارات کمیته و شهر و ناحیه و ولایت ها برگزار شده بود، البته کارهای خیلی زیاد، کارهای نظر است به انجام رسانیده شد. این از همون تامینات مالیوی، همه دستهای کسبی که در حدود جمهوری تاجیکستان هستند تا خوبتر و بهتر گشتن اینفراساختوری که در آنجا دستهای لیگ عالی و لیگ یکم برآمد میکنند، این همان نتیجه های نظر هستند که پس از به انجام رسیدن ملاقات، پس از دایر گردیدن ملاقات، پس از به تصمیم رسیدن پروتکل ملاقات، اجرایش بندهای پروتکل ملاقات به نظر می رسد. لیکن امروز هم شما درست قید کردید، من هم قبلا این چیز رو ذکر کردم که ما را مسئولیت علاوگی وادار می سازد که در مدت کوتاه‌ترین اون کمبودی‌هایی که خصوصا در اینفراساختور به نظر می رسد در بعضی از شهر و ناحیه ها و بهر اجرایش همه بندهای پروتکل ملاقات محترم رئیس، کارهای خیلی زیادی را باید به انجام رسانیم. آیا کمیسیون لیسانس قانونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان مثل سالهای قبلی از همه شهر و نواحی دیدن میکند، یا اینکه برعکس چند شهر و نواحی که ورزشگاه‌هاشون علاقه آماده هستند اونا صرف نظر میکنند و دقت ویژه را به آن ورزشگاه‌ها و نقطه‌هایی میدهند که اونها به قولی که کمبودی دار هستند؟ درست قید کرده. توجه اولین درجه توجه خاصه به آن ورزشگاه، به آن شهر و ناحیه‌ای که کمبودی زیاد دارند. ضروریت فرض کردیم در اون شهر و ناحیه یا دستایی که نسبتاً اوید تامینات مالیویشون خوب است، ورزشگاهشون طلبات‌های برگزاری چمپیونات تاجیکستان جوابگو است، ضروریت باز هم علاوه‌اً رفته دیدن کردن ممکن که نباشد، هرچند که دیگر دسته‌ها نیست نابسته از سطح خوبتری تامینات و اینفراساختوری مد توجه نمیمونند. این کاربری است، این ترتیب است، این نظام است، آن را ما باید حتما رعایت کنیم. لیکن البته توجه خاصه خصوصا من به ناحیه واسه، چون که همه معلوم است که دسته هولبوک راحت پیدا کرده است برای اشتراک در لیگ عالی، لیکن حالا امروز متاسفانه اون اینفراساختوری که در ناحیه وجود دارد به طلبات لیگ عالی جوابگو نیست. بسیار خوب، به هر صورت در فرجام برمیگردیم به موضوع اصلی و اصولی که ما شروع کردیم. البته شما در روند صحبت ذکر کردید که چی تصمیم ها و چی نقشه ها هستند. به هر صورت یک بار دیگر میخواستم بگم که خب کدام نقشه هایی هستند در هماهنگی با راهبران ولایت و شهر و ناحیه ها برای سازوارانه استقبال گرفتن روز جهانی فوتبال، چون که روز جهانی فوتبال رو البته پیش از همه مسئولی برگزاری چوربین ها فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، اما البته این در سطح جمهوری با تنطنه باید جشن گرفته شود و البته در سطح جهانی است، این روز جهانی فوتبال است. اما چگونه که گفتیم مسئولی اصلی و اصولی ما هستیم، فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. خب کدام نقشه هایی هستند که باید در کدام سطح و صفت این چیز امسال جشن گرفته شود؟ بله درست قید کردید. این البته دستاورد فوتبال است. بله. لیکن این دستاورد تاجیکستان عزیز ما بله است. بله. دستاورد دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. این نشانه وطنداری ما، البته صاحب استقلالی ما. برای همین چنان که من قید کردم قبلا نه فقط روز 25 می، یعنی که در تاجیکستان این نه فقط یک روز، یعنی هفته دهه فوتبال می شود. و من فکر میکنم در یک جایی البته با فدراسیون فوتبال تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه ها ضرور است که چاره‌بینی خاصه با اشتراک تمامی طبقه نفرایی که فوتبال رو دوست می‌دارن، کودکان و نوجوانان، بگذار دسته‌های کسبی، چاره‌بینی های سطح ناحیوی، شهری، ولایتی حتما برگزار گردن و در این سمت هنگام واخوری که حاضر ما در نظر است، چون که من قید کردم، از آن جمله آمادگی برای جشن سزاوار
روز بین المللی فوتبال روز 25 می در این مسئله نیست کارهای ضروری به انجام رسانیده میشن و نابسته از آن که در بعضی شهر و ناحیه و نه در همه جا دستای فوتبال کسبی فعالیت دارن، نابسته از این هر یک فکر میکنم که هر یک فردی همین سرزمین وظیفه دار است که بار دیگر تاکید کردنم که این فقط به فوتبال علاقمندی ندارد، یک نشانه صاحب استقلالی وطنی ما. برای همین من فکر میکنم که در برابر دیگر وظیفه‌ای که در نزد هر یک رئیس یک شهر و ناحیه ولایت ها است، اینم همچون یک حکم عنعنه پیدا میکند و حتما چاره‌بینی ها باید دایر گردن و چیزی که از مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان وابستگی دارد ما آماده ایم همه روزه همه ساعته در این سمت نیست کاربری رو به انجام رسانیم. بسیار عالی، بسیار خوب و البته باور داریم که ما هم در یک جایگی میتوانیم همین سنه مبارک را در سطح و صفت بلند و بالا و با شکوه و شهامت خاصه البته استقبال بگیریم. بله، این معرکه نه فقط فدراسیون فوتبال است، نه فقط فوتبال است، نه فقط ورزش است، معرکه عمومی جهانی است، عمومی جهانی است، عمومی ملی است. ما باید تاجیکستان عزیزی خود را باز در این سمت نیست یک شرفمندانه معرفی نمویم در نزد جهانیان، چون که شما درست قید کردید این تصدیق آن میشد که این انتخاب قبول پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی این یک زمینه استوار داشت. زمینه استوار از آن نقطه نظر که در این سرزمین فوتبال را دوست می‌دارد، ورزش را دوست می‌دارد و سرزمینی هست که طی سالهای اخیر یک اقدام‌های نجیب از تاجیکستان عزیز ما به عرصه بین المللی پیشنهاد می‌گردد. بله، تشکر می‌کنیم از شما. سلامت باشید. دوستان عزیز ارجمند، یک بار دیگر خاطررسان می‌کنیم که 28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود از دستاوردهای ورزشکاران تاجیک ذکر کردند و روز جهانی فوتبال اعلان گشتن 25 می را همچون دستاورد بزرگی ملی معنی داد کردند و ما سر همین موضوع یک صحبت داشتیم با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف که برای این صحبت خوبشان با ایشان اظهار سپاس. تشکر، سلامت باشید. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.